سلام به بکس. البته اسمینا که ندارین هنوز، چون خب کمین و اینا. حالا خودتون ویدیو رو شیر کنین زیاد بشین دمتون گرم. ولی در کل سلام به بکس. چیزی نیست داشه لیوان شکوندم طبیعی. آقا کم پیدایی جلو حواسم بهتون هست و سری اما نمیزنین دست میشه باسم دارم آجی. حقیقت که موضوع ویدیو امروز بیم تا بهتون بگم. بیم پاشیم میمیتم بهتون بگم. آجی ببین همینجا بود، دقیقا همینجا بود که بچه ها دیروز داشتن قایم موشک بازی میکنن. آقا خودم گفتم که خب چرا ما قایم موشک رو در ابعاد بزرگتر بازی نکنیم، مثلا بریم چندین کیلومتر اونورتر قایم بشیم. و الان کاری که میخوام بکنم اینه که زنگ بزنم به ابوال بیار بگم قراره قایم موشک بازی کنیم، ولی نمیدونه که من قراره برم کجا قایم بشم. قراره برم چندین کیلومتر، بلکه مثلا 1000 خورده اینا کیلومتر اونورتر قایم بشم. حالا خودم هنوز نمیدونم، بیا تا بریم ببینیم کجا قراره قایم بشم. آجی من الان خب قراره که این بالا نقشه ایران رو بکشم، بعد یهو دستمو میذارم روی یه جاییش و هر جا دستمو بذارم نگاه، هر جا که دستمو بذارم میریم همونجا. حالا قابلیت ضبط دوربینم نداریم که براتون بگیرم که نگاه میکنم یا نمیکنم. خب نگاه نمیکنم. بعد برمیگردم دستمو میذارم اینجا، نه اینجا، برمیگردم حاجی اینجا رو باید علامت بزنم. اینجا نمیم کجا میشه، ولی خب قراره بریم اونجا هر جا که هست. تنگی من شلوار پلنگی من تلشو رو زارم ببر داشتم. میخوایم امروز بچه بشیم، میخوایم باید بازی کنیم. بچگیات قایم موشک که بازی میکردی؟ نه. بگو آره، بگو آره. آره. ایوه. قراره باهات قایم موشک بازی کنیم آقا. اول بیا سنگ کاغذ قیچی کنیم. بریم. سنگ کاغذ قیچی. تو باختم آقای سفید. تو سر بزن من قایم میشم. بچه‌ها اگه دوست دارین یک ویدیو بگیریم و کامل بریکینگ بد براتون دوبله. خب آقا بریم که سر نور خدا. آقا بریم که سر بزنیم ببینیم که میتونیم پیداش کنیم یا نه. اینجا سر بریم دنبالش. آقا این سیستر شارک معلوم نیست کجا قایم شده. من چند تا جایی که حدس می‌زنم قایم شده رو گشتم ولی نبود. الان بهش یه کال میگیرم ببینیم کجا. پیدا نمیشه. زاویه دوربین خدا. الو کجا قایم شدی تو؟ آقا برای چی پیدا ما نمی‌کنی؟ من هر جا به ذهنم میرسید و گشتم. اتاق فرمانی، اندیشه‌ای، ایوری اووری. تا دستشویی رو دنبالت گشتم. دستشویی دیدم دارم میرم رشت اوور اکت رفتم برات. دارم ولی واقعا نه، ولی واقعا دارم میرم رشت. حاجی میرم رشت. بعد برنامه اینه که اونجا یه جا قایم میشم، بهت زنگ میزنم باید حدس بزنی کدوم گوری قایم شدم. حاجی ایسکام نکن، الان واقعا داری میری رشت؟ نه کسکش بیدیم حالا میرم رشت. شما الان میام دنبالت میگردم. از این صحنه اسکرین شات بگی بذار تامنیلت. آقا بریم ماشین خراب شد. آهتون بالاخره نگرفت. ایوه نفرینم کردیم. نفرینات زود میگیره خارکسته. آقا درست شده بریم. آقا یک سرویس بهداشتی مان بشه. از همین لحظه به بعد دستشویی در چنل ما حکم خیلی مهمی داره. هر وقت برم دستشویی بشه نمره میخوام بدم. سرخه اصلا ریت خوبی نمیگیره، یعنی به زور 3 از 10 بهش بدم. آقا دستشویی شاهرود واقعا در یک لول دیگه خوب و تمیزن. من واقعا این دستشویی نمره 10 از 10 میدم. اصلا عجیب غریب میدم.
به نظرم بیاین یک دستشویی برین. آقا 8 میدم از 10. آقا اینا تغذیه‌شون چیه؟ میریسی دستشویشون بچه‌ها مستراب یا با گل و گیاه میزنه بالا. ای راه میری زیر جوبه ولی سبزه. اصلا خیلی عجیبه. آجی ناموسن هرچی از رش بگم کم گفتم. آجی نمیدونم کجا قایم شم. الان فعلا که اومدم توی پارکی ولی خب می‌خوام دستشویی. بعد نباید بگه پارک کنم رش و این کسچه رو نباید بگه. ولی خب باید مستقیم بگه دستشویی دیگه. جایزه هم که ندارم. این برای من همه سریا دارن میشاشن ولی خب اوکی. الو آقا یالا. آقا رشت خوش میگذره. آقا جای شما حاجی چیز کردم قایم شدم. الان باید حدس بزنی کجام. جنگلی؟ نه ببین دقیق باید بگی کجام. تو کجام الان اونجوری حساب نیست. که میپیچه همونی داری میداری. نه کسیه. یه دونه فرصت دیگه داری. اگه بگی کجام که بردی. 3 تا جاهایی که تو رشت میشه رفت و نام ببر تا دیگه تو رشت دریا داره و خیلی جا داره. دستشویی؟ آجی نامردی من خیلی زایه بهت رسوندم. از تربت بلند شدی رفتی رشت دستشویی قایم شد. یک مجازاتی میتونی بهم بدی الان؟ مجازات؟ الان دقیقا کجا نشستی؟ رو سنگ توالتی؟ الان دیگه اومدم بیرون. روبروتو نگاه کنی کیو میبینی؟ روبروم رفیقم که با هم اومدیم. تو یه مجازات بگم رو دست نخورده باشه و هوایی نظری باشه داری انجامش بدی؟ بگو تندترین سس جهان رو خورد. حاجی برای سرویس حاجی قفل ناموسن از خیلی هست ولی این قبوله. قبلش تو هم برو یه جا قایم شو بعد من زنگ بزن که حد بزنم کجا قایم شد. از کسخلا 1000 خورده کیلومتر کوبیدیم اومدیم که بریم تو دستشویی قایم شد. ایول آقا حالا من باید یه جا قایم شم که سخت توپ پیدا کنم. آقا یه لایک نشون میده ببینید. یه لایک نشون میده ببینید. صحبتی ندارین؟ حرف خاصی؟ هیچی؟ نظرتون راجع به رئیس جمهور چیه؟ خوبه؟ همه خوبن؟ نظرتون راجع به قیمت دلار چیه؟ یا باید چیکار کنیم؟ باید بریم هر چه هست. یا خدا شکر خوبه. تا میخوای باشید ویدیو بیا. نظر راجع به رئیس جمهور چیه؟ خوبه؟ دوستش داری؟ بله. ایول. بریم آقا بریم اینجا قایم. الان پشت شاهکار ایران قایم شدم. حاجی سایپا. یه زنگ بزنم به ارشیا ببینم جای اون باید ببینه من چی. آقا سلام. قایم شدم. آقا جات خالی آمدم لب دریا صدا میاد. بگیر سمت دریا. بشی اومد؟ نه ساند افکت بذار. پاستا حدس بزن کجا قایم شدم. حاجی تو اندیشه دیگه سالات نه حاجی انجمن نمایشی بلک باکسی. نه حدس آخر. پاتوقات همین جای هم دیگه اصلا تو هیچ کدوم از پاتوقام نیستم. تو پارکم. پارک کاشانی؟ نه ناموسن خستم چیزی که 24 ساعت کلن تو ماشین. باز میگن برای ویدیوت خرج نمی کنی. 2000 تومن کوش خاک سفت. 2000 تومن 20000 ریال یعنی معادل چند دلار.
فقط سس گرفتم که مجازات جریه خوبمون سس سفید ازمون تهیه کردن، لوازم جانبیشون هم از پیش خودمون برداشتن. راضی هستین از خریدتون؟ فوق‌العاده است. حالا باید بخوریم ببینیم طعمش قیمت‌ها چطوری بود؟ خب عالی. 2000 تومان کردن تو کولمون. و تاکید میکنم هیچ یوتیوبری تا الان انقدر تند رو ترای نکرد. پارت نامبر رعنا هستش 256 گیگابایت ZA. بابام برام خریده. کارو بگی داداشی، کارو بگی. از اونجایی که قسطی تهیه کردیم کارتونش تا پایان اقساط پیش خودمون میمونه. ولی ترسناک خوردم من اب نداره برای پوستتون خوبه. برای پوستتون پاکه. ناموسن سخت و تنده. اوورکس داری میری؟ نه کش خور جیم. اینا رو من میدونیم چنل وینی یاد گرفتم. آقا دمتون گرم که این ویدیو رو نگاه کردین. خیلی چاکریم، خیلی مخلصیم. حتما لایک کنین، ساب کنین، کامنت بذارین. فعلا اگه این ویدیو رو لایک نکنین شبا اینجوری میام تو خوابتون. ایوه آقا